مرکز مطبوعات کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با نشر یک عکس از جای حادثه خبر داد که در نویه سنگوار واقع در وادی رشت در شرق جمهوری بر اثر رعد و برق یک چوپان از نویه دوستی یا سابق جلکول ولایت ختلان جان خود را از دست داده، حدود 200 سر چاروای خرد نیز قربان آفت طبیعی شدند. این حادثه ناخوش 13 یونیو سال 2024 شبانه در یک چراگاه تابستانه واقع در شهرک قرشوره هممرز با نویه لخش هنگام بارشات شدید رخ داده است. گفته می شود که 3 چوپان شبانه در جای از قبل تعیین شده خیمه زدند و به خیمه پنل بطری خورشیدی را وصل کردند، ولی حتی هنگام طوفان شدید و باران پنل را از خیمه دور نکردند و محض همین بطری آفتابی سبب رسیدگی برق شده است. هر 3 چوپان بر اثر رعد و برق جراحت‌های گوناگون برداشتند، ولی متاسفانه یکی از آنها جان خود را از دست داده است. رعد و برق همچنین حدود 200 سر چاروای میده را به هلاکت رسانیده است. با دریافت خبر کارمندان شعبه ایالت‌های فوق‌العاده نویه لخش به جای حادثه سفربر شدند. جسد چوپان ادا شده را از کوه پایین آوردند و به مقامات دخلدار سپردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با عرض تسلیت به خانواده این مرد جان باخته در حادثه اخیر یک بار دیگر خاطر رسان می‌کند که ساکنان باید در این گونه حالت‌ها خیلی احتیاطکار باشند. کمیته خاطر رسان می‌کند که بهترین راه تأمین امنیت در حال رعد و برق در خانه ماندن است، ولی اگر شما در دشت باشید یا کوه و کمر و خطر رعد و برق را احساس می‌کنید و سواره اید، از خر و اسبتان پایین شوید و در پناهگاه خود را پناه دهید. اگر دیدید که آدم را برق زد نترسید و به او نزدیک شوید، یاری اولیه طبی رسانید. جسم انسان قادر نیست که قوه برق رسیده را در خود نگاه دارد. یک مسئله گمراهانه وجود دارد که گویا شخص برق زده را باید چند دقیقه زیر خاک کرد. این عقیده اشتباهی است و پایه‌های علمی ندارد.